خب سوال اولین، این کدام سرود هست؟ این کدام سرود است؟ برای شما کمکی من همین هست و همچنین برای بینندگان که این لحظه فکر کرده ایستادن که این کدام سرود است، من کمک میکنم که این متن این سرود رو استاد لایق شیرالی نوشتن، یعنی متنش رو نه و شعرش رو. خب این کدام سرود است؟ شما چی رو میبینید در عکس؟ بیاید یک به یک تحلیل میکنید. اینجا متن عکس اول زادگاه استاد مزار شریف است. مزار شریف است. خب این جوان باشد غمگین و مایوس. مایوس است. اینجا دو مکتب بچه دوستان با هم دیگر مطالعه کتاب دارن. تنهایی. این باشد تنها به سوی سفر دارد. سفر دارد. یعنی که سفر دارد. اگر جمع کنیم کدام سرود میشود؟ گفتم. خب وریانت پیشنهاد کنید مرحمت، کدام سرود میشود؟ زادگاه است. یا جوانی رفت یا از دور آشنایی تو را یاد میکنم. مطمئن نیستم. شاید که. خب باز هم کمکی من همین است که این سرود رو استاد افضل شادی سرودند. بله. خب این کدام سرود است؟ مرحمت پیشنهاد کنید. دیار جوانی رفت. گویم که مزار شریف، جوانی غمگین، دوره مکتبی و رفتن دختر. چی رو پیش نظر شما وارد شده است؟ استاد لایق در وصف جوانی یک چند تا گفتن، مثلا یک دیگرش کجا شد موی مشکل هم در وصف جوانی است. بله نزدیک است. هم به این نزدیک است. اما باز نزدیکتری دیگری هست. شما فهمون رو دریابید. خب شاید که حاضر من موسیقیش رو میسرایم برای شما. نه من نمیسرایم، شما باید که دریابید که این کدام سرود است. مرحمت. خوب. وریانت. البته شعرهای استاد لایق رو افضل شادی بسیار خوانده است. بله قبول است. اما این گویم که یکی از سرودهای واقعا هم مشهور هم هست. جوانی رفت به فکر من. خب شاید که جوانی رفت باشد. باز چی بگم؟ باز سرودی چی؟ سرود غم انگیز است. بله سرود غم انگیز است. خب وقتی که دختر میرود غم انگیز میشود حتما. کجا شد اون موی مشکینت؟ کجا شد اشوه و نازن؟ وای جوانی است. وای شعر در واسه جوانی است. آن شعری گویم که عشقی نیست. کجا شد آن برای توجه برای جوانی هست که جوانی من کجا رفتی میگه. جوانی هم کجا رفتی جوانی. خوب باز وریانت مرحمت چی وریانت پیشنهاد؟ شاید درباره وصف ده غمگین نمیگرد که یاد میکنم یکی دیگرش آن کس هم در وصف محبوبه شهریشان همین شعر را نوشته بودن. باز کدام وریانت؟ زنده باشید مرحمت. باز چی وریانت؟ اینجا به داری که دیگه گفتیم که جوانی رفت، گفتیم از دور روشنی تو رو یاد میکنیم، گفتیم باز چند وریانت دیگر بود. اما باز هم وریانتی درست دیگر است. کمکی من برای شما همین است. مرحمت یوبه. دهه مزار شریف. جوانی غمگین از آنی که یارش رفته است و او یاد میکند کدام لحظه رو؟ دوره مکتبی رو میکند. انا همین بسیار ما با شما کمک کردم. یک سرود که در آبانی 18 سالگیش شب به پیچتاب آرام آن هم جوانی است. در واسه جوانی است. نزدیک هستید. بله نزدیک هستید. اما باز یک سرودی دیگر هست. بسیار سرودی گویم که گوش فورم است. درباره محبت. متنش هم نهایت خوب است. البته درباره محبت هستین. شما میتونید که متنش رو زمزمه کنید. اگر من متنش رو زمزمه کنم یک قطارش رو بگم شما نام سرود رو زود میگید. پس من به فکر خودم میستم جوانی رفت. شاید که نادرست است اما به فکر من جوانی رفت. خوب باشه. شما اندیشید که در شعر جوانی رفت آیا یگان لحظه مکتب بود یا اینکه نیست؟ این رو هم به نظر گیرید. مرحمت. باشه. زودتر دریو بید. سرفراز شما چی میگه؟ نامه ساده است یکان. همین مکتب بچه ها ما را گمراه کرده استادن چون هر سه آن به همان سرود مانند. من برای شما خیلی کمک میکنم. اینجاست من گفتن که ما رو کمی هم به اشتباه وارد کرده استادن مکتب بچه‌ها. شما درباره انا همین چیز فکر کنید، درباره سه این فکر نکنید. سرود بیشتر به این چیز تعلق داره. زودتر میابید. منطقاً فکر کنید زود میابید. مکتبی عشق عاشق. بله. کدام شعری استاد لایق بود که حسرت گفته بودن که مثلا دوره مکتبی بود، یاری من رفت با همین مضمون ده البته. من تنها موندم غمگین شدم.
و همچنین در شعر مزار شریف هم هست. گویم که تصویر دهی مزار شریف مزاری هست. خوب باشه. من خیلی به شما کمک کردم. دریابید. ادبیات معاصر نخوندین خیلی سارا؟ ادبیات معاصر حالی ما نبود حالی ما به این درس نامدیم. حالی به این درس نامدیم. خب مرحمت یگان وریانت پیشنهاد میکنه. چی وریانت پیشنهاد میکنه؟ زنده باشه. زنده تر باشه. صلاحیدین؟ من جواب نیست. جواب نداره شما. رستم جان؟ یه دور میگم جوانی رفت. جوانی رفت. شما؟ نیست. شما؟ تقریبا جوانی رفت. نه مطمئن نیستم. این جوانی رفت نیست سرودی. دیگر سرود است. خب زمزمه کنم. نای 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 رای نای در دامنی بهار. نامی سرود. کی یکم گوید سه خال صاحب می شود. نامی سرود. خمار. خمار است. درست است. این شعر نام داشت خمار. در دامنی بهار اندر دهی مزار گلگونچه پر پاکیزه گوهر میرفتم از برش گذشته دفترش. هفته گذشته برادرش همین شعر گفته بودم. بله این سرود نام دارد خمار.